نه اونجاست خواهر قشنگم. به داداش خوشتیپم. باز چی میخوای تو؟ داداش من اینجوریم. بگو چی میخوای؟ داداش میشه ماشینتو بدی با دوستم برم شمال؟ خواهر قشنگم من ماشین رو بهت میدم، اما چرا یه بار رفیقات ماشین نمیارن که ببینی واسه ماشین کنارتن یا واسه رفاقت پیشتن؟ اونا هم دوستانم دیگه. آبجی چرا نرفتی؟ راستش داداش حقا تو. الو سلام فرنوش، خوبی؟ سلام آیسان جونم. یه خبر بد، راستش من نتونستم از داداشم ماشین بگیرم. میشه من با شما بیام بریم؟ ما داریم با ماشین مریم جون میریم دیگه. باشه انشالله سریع بعد. خواهر گلم آدم ها همینه. حالا افتخار میدید با داداشی شمال 2 نفره بریم؟